خیلی دردناکه این که همیشه بیشتر از چیزی که باید احساس کنی. این که یه نگاه ساده برای تو فقط یه نگاه نباشه، یه جمله معمولی تبدیل بشه به یه خاطره و یه آدم تبدیل بشه به یه بخشی از داستانی که سالا توی وجودت ادامه پیدا میکنه. بعضی آدما یاد میگیرن چطوری از کنار اتفاقا رد شن، چطوری درا رو ببندن، چراغا رو خاموش کنن و برن، اما بعضیا همه چیزو به خودشون هم میکنن، همه چیزو. تو فقط خاطره ها رو به یاد نمیاری، تو دوباره زندگیشون میکنی. گاهی یه آهنگ قدیمی کافیه تا تمام اون احساسی که فکر میکردی دفن شده دوباره زنده بشه. گاهی یه بوی آشنا، یه فصل، یه خیابون یا حتی سکوت یه شب تو رو پرت میکنه به تاریک ترین لحظات زندگیت. عجیبه، ذهن آدم برای اینکه بتونه ادامه بده بعضی چیزا رو فراموش میکنه، ولی دل انگار نگهبان تموم لحظه‌هایی که یه زمانی برات معنی داشتن. برای همینه که بعضی آدم‌ها از زندگیت میرن ولی از درونت نه، چون رفتن همیشه به معنی تموم شدن نیست. گاهی آدم‌ها حتی توی نبودنشون هم حضور دارن، توی افکارت، توی انتخابات، توی یه بخشی از وجودت که دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. گاهی با خودت میگی کاش کمتر وابسته میشدم و کاش کمتر اهمیت میدادم، کاش میتونستم مثل بعضی بیام، ببینم، برم و هیچ چیزی درونم تغییر نکنه. اما شاید بی تفاوت بودن نشونه قوی بودن نیست. گاهی عمیق حس کردن بهایی که برای زندگی میدی، بهای داشتن قلبی که هنوز از دیدن قشنگی و شگفت زده میشه، هنوز برای از دست دادن غمگین میشه، هنوز باور داره بعضی لحظه ارزش نگه داشتن دارن. آدمایی که عمیق احساس میکنن بیشتر زخم میخورن، چون بیشتر خودشونو در معرض لمس کردن دنیا قرار میدن. اونا فقط روزا رو نمیگذرونن، اونا لحظه ها رو زندگی میکنن با تمام جزئیاتشون، با تمام روشنایی ها و تاریکی هاشون. شاید مشکلی نیست که قلبت زیادی احساس میکنه، شاید دنیا فقط همیشه جای مهربونی برای قلبای حساس نیست. اما همین قلبی که شبایی رو با دلتنگی گذرونده، همین قلبی که از بعضی خاطرات درد گرفته، همین قلبی که بارها شکسته و بازم تونسته دوست داشته باشه، همون قلبیه که چیزایی رو میبینه که خیلی یا هیچ وقت نمیبینن. شاید عمیق احساس کردن بعضی وقتا شبیه یه بار سنگین باشه، اما شاید همین بار سنگینه که به زندگی معنی میده. چون اگه قرار باشه همه چیزو کمتر حس کنیم، کمتر دوست داشته باشیم، کمتر دلتنگ بشیم، کمتر تحت تاثیر قرار بگیریم، کمتر غم داشته باشیم، شاید دیگه هیچ چیز اونقدر واقعی به نظر نرسه. شاید نفرین بعضی قلبا همین عمیق دیدنه، اما شاید بزرگترین هدیه‌شون هم همین باشه، اینکه با وجود تمام چیزایی که از دست دادن هنوز توانایی دوست داشتن از دست ندادن. در اینجا نوشته اینجا مهاجرت است، از خالی به خالی.